واقعا رو دستش نیست. اینم از میکاپ من. خرابش کرد. این چی داری شما؟ شامپاین. من اومدم با یه ویدیوی دیگه. امروز تولد دوستمه، دارم میرم تولدش. الان ساعت 6 و من ساعت 6 قرار بود اونجا باشم. یه نیمچه دوش گرفتم و دارم ضد آفتاب و کرمای صبحمو پاک میکنم. اینقدر درگیر درس و پرکتیس بودم از صبح که دیر شد. کامم امیدوارم بخوابه. خب استپ اول یه دونه یخ روی پوستم اینجوری ماساژ میدم. صورتمو با شوینده نمیشورم به خاطر اینکه پوستو خشک میکنه قبل از میکاپ. بعد از اینکه پوستمو خشک کردم این تونر آبرسان هارر میزنم. خیلی پوستو خوشگل میکنه، پوستو آبرسانی میکنه و کاش حموم من یه ذره خوشگل‌تر بود. مثلا نور بهتری داشت. من نمیدونم چرا این نور نداره. استپ بعدی این تونریه که 5 مدل هیالورونیک اسید داره. خیلی عمقی جون میده به پوست. ببین چقدر این نور بده. پوست من بد میفته اینجا. بچه به خود پوست من خیلی خوب شده. این نور اینجا خیلی بده. روم پوریتو که سنتلا داره. من اینو امتحانی اومدم سایز کوچیک گرفتم ببینم اونقدر که همه میگن خوبه یا نه و بله خیلی خوب بود. الان بعدها میخوام یه سایز بزرگ و کاملش رو سفارش بدم. ولی پوستو خیلی قشنگ آبرسانی خوشگل میکنه. قرار شد که یک دونه مرطوب کننده بزنیم. وان اووان گیکن گورجس و کار رو هم اینجا جمع کنیم. کننده خیلی خوبیه. من حتی دور چشمم هم میزنم. چون من یه لباسی پوشیدم که فقط میکاپ کنم. اول از همه میرم سراغ ابروهام. واقعا بهترین ژل ابرویی که من دارم. چند سال همین رو میزنم بنفید چون ابروهای ضخیمی دارم. هم رفت نشون بدم. اینا کل لوازم آرایشی هست که میخوام بزنم. این که چیز پرایمر پلامپی میکنه. کانسیلر. اینم یک دونه اسکین تینت از برند میبلین. این دوتا از ری بیوتیه. رژگونه و هایلایتر. باز رژگونه پودری لورال. اینم پودر فیکس میبلین. چیز هست از برند شارلوت شبیه پنکیک. و اینم یک ریمل خیلی خوب تو سایز کوچولو از برند لنکوم. خب این از ابروام. بعد یه ذره از این پرایمر میزنم. این کلان آبرسانی میکنه. نیاسینامیدم فکر کنم داره. یه عادت دیگه هم که دارم اینه که یعنی عادت که نه قلق پوستی فکر کنم کم بود. من اصلا نمیتونم هیچ محصولی روی پیشونیم بزنم چون میتونم خطایی توی پیشونیم و اصلا خوشم نمیاد. اینو اول باید بتکونیمش. ذره از اینی که اینجا ریختم اینطوری رو کل پوستم میزنم. فکر کنم زیاد زدم. خوشگل میخوابه رو پوسته ولی خیلی فیوریت هم میذارم. بهش نمره 6.5 میدم. در نهایت با این بیوتی بلندر که یه ذره خیسش کردم رو کلش میرم. این چیزی که بچه ها تازگی ها انجام میدم و خیلی نتیجه خوبی داده اینه. اول رژگونه رو میزنم بعدش کانسیلر. حالا میخوام امتحان کنم. دیدم اونایی که کانسیلر رو پشت دستشون رژگونه رو پشت دستشون میزنن بعد میزنن خوشگل تر میشه. حالا تو این اوضاعی که وقت نیست من میخوام تریک جدید امتحان کنم. خب ببینیم چی میشه. خب ببین این قسمت رو من 2 نقطه رژگونه مستقیم زدم بعد بلندش کردم اینطوری شد. این ور خیلی طبیعی تر شد. من روی دستم زدم بعد زدم این گوشه. این خیلی طبیعی تره. حالا الان کانسیلر رو میزنم. کانسیلر من برند NYX. بعدی این کانسیلر اینه ولی این واقعا یکی از بهترین کانسیلر است بچه ها. چرا؟
موقعی که من راکوتان استفاده میکردم اینجا همه جای صورتم خیلی خوش شده بود. بعد ما یه جشنی داشتیم توی دانشگاه، انقدر زیر چشم من خوش شده بود، من فقط در به در دنبال کانسیلری بودم که آبرسان باشه و پوشش‌دهی خوبی داشته باشه، یعنی دور چشمم و اینا رو هم خشک نکنه، و اینو پیدا کردم توی تیک تاک، دیدم همه تعریفش میکنن. تقریبا 4 ساله، شاید هم 4 ساله اینا که من از این استفاده میکنم. خیلی خوبه. حالا دنبال یه کانسیلری هستم که یه ذره پوششش بیشتر باشه، ولی این اگر دور چشم خشکی دارین این واقعا رو دستش نیست. همین که من میخوام یه چند دقیقه این کانسیلر خودشو بگیره، این سایه اینجوری رو میدارم پشت چشمام، بلندش میکنیم. بورژویز بد نشده، یه مداد مشکی هم میزنم، ولی خب به نظرم این خودش خوبه. حالا الان ایشونو بلند میکنیم. بذار بلندش کنم بهتون نشون میدم. این از کانسیلرم که بلندش کردم. خب بچه‌ها تریک آخر من از این میکاپ آرتیست یاد گرفتم. هر پنکیکی که دارین رو میگیرین و اینطوری میکشین. خب من ریملم هم زدم، هایلایتر ری بیوتی و یه ذره رژ گونه‌ش رو دوباره قاطی کردم که به عنوان تاچاپ بزنم فقط این گوشه بالای ابرو، واسه این برق خوشگلی که میبینید. اینم از میکاپ من. خیلی دیر شده و همه بچه‌ها به مسیج زدن که زود باش بیا. تاچاپ آخر خیلی دیر شده. یه ذره از این روغن اولوپلکس که موها رو خوشگل میکنه میزنم کف دستم و به اینایی که یک ذره فر موندن هنوز و به من وفادار شدن. خب همه از سر من قرص زدن، خیلی دیر شد ولی بالاخره من رسیدم. ولی میکاپ هم دسته خیلی قضیه. اینم خانم متولد. عزیزم دوست دارم. بیا آوتفیت چک بریم. کجا بذارم اینو؟ این بالا؟ چرا رو به این ور نورش بهتره؟ صدقی در میورده میگرفتم. دست رو روشنه دست رو درد بیاره چیکار تکنم میگم اگه افتاد روی نام از تجربه 3 2 وای خرابش کرد. یاده دختر من هستی. زره هی ببر بده بهش بده هی برگرد. دست
استرس ما ندیم. چه کیکیه. دیگه خیلی گذشت از اون تایم دیگه. جرام کلی شم فود کرد، کیک برش خورد، کلی عکس تو روشنایی و تاریکی گرفتیم. این ترکیب چایی و چی داری شما؟ شامپاین. بیا بذاری چایی و شامپاین. من چایی میذارم اینجا به دلیل کم بود جا. مشهد جان بابا من کیفتو میذارم اینجا. بابا توی شامپاین شما چی هست؟ 24K gold. واو. بچه این چوسی مرزی خیلی بیاده. بیشتر. این تلاش بیشتره، این عرقش بیشتره. یکی میخواد یواشکی بوسه از لباش کنه دارم ازم حکایتی به ندارم عادتی سامورایی شکمم میافته بگی. هی شده یه ذره سوئدی برامون صحبت کن. ها؟ اینانم چطوره؟ همون هواریو خودمونه؟ ویگتس ما میگیم ویگتس.